وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره یک حادثه غیر عادی با دلیل شیب بلافاصله بعد انجام جنایت به دست افتادن یک غارتگر در دوشنبه خبر داد. این غارتگر 30 ساله به یک زن 51 ساله در خانه‌اش حمله آورده او را لطکوب کرد و 73,000 سومانی پول او را از دستش کشیده گرفت، ولی هنگام فرار به دست کارمندان میلیڅیا افتاد. زن جبردیده در همسایگی شعبه میلیڅیای فرودگاه پایتخت تاجیکستان زندگی میکرد و طبیعی است که صدای داد و فریاد او را پیش از همه همسایه‌هایش از شعبه میلیڅه شنیدند و به کمکش شتافتند. در گزارش وزارت کارهای داخلی گفته می شود که زینوره طالبووا 73,000 سومانی پسندازش را با مقصد خریدن اسعار خارجی با خود گرفته به نقطه خدمت رسانی بانکی واقع در بازار کاروان رفته است، ولی در آنجا دلار را پیدا کرده نتوانسته با سمکه پر از پول به خانه‌اش برگشته است. ساکن ناحیه قبادیان براتوف محردین سال تولدش 1992 در نقطه خدمت رسانی بانکی با خود پول زیاد داشتن این زن را دیده او را تگ چشم کرده است و تا خانه‌اش در کوچه مستانگلوف پنهانی دنبالگیری کرده است. خود موردین براتوف میگوید بعد به خانه‌اش وارد شدن زن او هم چند دقیقه پس وارد شد و دید که آن زن نماز خوانده ایستاده است. من خواستم سمکه را گرفته گریزم که وی زن سمکه را قپید و من 2-3 بار زدم. او را نقل میکند براتوف. غارتگر زن بیچاره را لطکوب کرده سمکه پول را کشیده میگیرد و با 73,000 سومانی پول به یغما برده‌اش رو به فرار می‌آورد، ولی چندان دور رفتن نمی‌تواند. کارمندان شعبه میلیڅیای فرودگاه داد و فریاد زن همسایه و کلین او را شنیده به کمک می‌شتابند و غارتگر را در جایش دستگیر می‌کنند. زینوره طالبووا گفت غارتگر دندان‌های او را زده شکسته پول‌هایش را برده نشد، ولی کلینش فهمیده داد و فریاد برداشت و کارمندان میلیڅیا آگاه شدند. به غارتگر اکنون بر اساس ماده 248 کودکس جنایتی تاجیکستان برای غارتگری با استفاده از زورآوری تا 15 سال زندان تهدید می‌کند.